خانواده رو دیدیم در مدت یه روز یکی میلیون گرفت. خب که کنسرت دادن در نزد شما خانم. اکای رالیک، تو خوب میدانی که موسیقی در اسلام حرام است. محفل های کنسرتی برپا کردن حرام است. ولی دیده و دانسته مردم را به کنسرت دعوت داری. از الله بترس و جوانان را به گناه دعوت مکن. هر نفری که در محفل های شیطانی شما شرکت میکند، هر قدری که گناه بگیرد، تو هم مثل آن گناه میگیری. یقین بدان که پولی که از این راه به دست میاری حرام است. عاقبت مال حرام خیلی خطرناک است. چگونه مال حرام را به خانواده‌ات صرف میکنی در حالی که میدانی مال حرام به دست میاری؟ مال حرام بجز بدبختی و پشیمانی چیزی برایت نمیآورد. از 1 میلیون پرسماتر خوشنود مشو، زیرا در روز قیامت همین 1 میلیون تماشابین بر علیه تو گواهی میدهند. به کار گناه یک نمود دعوت میکنی که گویا معاون اول شیطان یا نماینده او در زمین باشی. زنان به حجاب و نیم برهنه را به نمایش میبراری که خیلی گناه خطرناک است. به خاطر مال اندک دنیا آخرت خود را برباد دادن عاقلانه به نظر نمی رسد. از این همه کارهای شیطانی دست بردار. توبه کرده به سوی الله بازگرد، ورنه انتظار عذاب الله باش که به صورت بلا و مصیبت ها بر سرت می آید. خوب اندیشه کن.